امروز بهتون 4 سایتی رو معرفی میکنم که باهاشون میتونی طلای رایگان بگیری. این سایت‌ها به خاطر اینکه برای خودشون کاربر جمع کنن میان و به کاربراشون طلای رایگان میدن. با من همراه باش تا تمامی سایت‌ها رو یادت بدم تا بتونی طلای رایگان بگیری. ممنون میشم کانال رو سابسکرایب کنی و زنگوله هم فعال کنی. بریم سراغ آموزش. بذار اول یه چیز رو بگم، تمامی سایت‌ها نیاز به احراز هویت داره. این یعنی شما باید کارت ملی و شماره موبایل به نام خودتون داشته باشید. سایت اولی که میخوام معرفی کنم سایت ملی گلده. این سایت یه گردونه داره که اگه با گردونه وارد شید طلای بیشتری میگیرید. اینجا یه کد میده که باید اونو کپی کنی. حالا وارد سایت ملی گلد میشید و ثبت نام خودتون رو تکمیل میکنید. میبینید که من 10 سود طلای رایگان گرفتم ولی فعلا برداشتش نمیکنم. حالا برای دریافت جایزه گردونه روی قسمت هدیه بزنید و روی کد هدیه بزنید. من از قبل کد رو وارد کردم. شما برای دریافت هدیه باید روی دریافت هدیه بزنید و کد خودتون رو وارد کنید. بریم برای سایت بعدی. سایت بعدی طلا این هستش که 7 سود به شما و 7 سود به دوستی که دعوت میکنید میده. ثبت نام تو این سایت هم مثل سایت قبل، فقط باید احراز هویتتون رو تکمیل کنید. میبینید که من 4 دوست دعوت کردم و 28 سود طلا گرفتم. سایت سوم سایت میلی هستش که 5 سود طلا با ثبت نام و 5 سود طلا با دعوت هر دوست میده. و سایت آخر سایت سنپ سرمایه هستش که 3 سود با ثبت نام و 3 سود به ازای هر دوستی که دعوت کنید میده. تمامی کد معرفه‌ها رو توی کانال تلگرام موجوده. یادتون باشه با کد تو سایت ها ثبت نام کنید که جایزه ثبت نام رو دریافت کنید. تا آموزش‌های بعدی بدرود.